بیننده ارجمند سلام. عبدالله اشرف هستم. طی چند دقیقه بعدی شما را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. صبح شنبه 6 اکتبر بخیر و شادی باد. امیدوارم صبح این روز استراحت را با طبع خوش و خاطر جمع آغاز کرده. وضع باد و هوای دوشنبه برای طبع بالیده سازگار است. به اطلاع آژانسی باد و هواسنجی، هوای صبح دوشنبه 12 درجه گرمی دارد، اما در دوام روز 27 درجه گرمی پیش بینی می شود. هوای شهر پراگ پایتخت جمهوری چخیا که اداره مرکزی رادیوی آزادی اینجا قرار دارد سردتر است، 16 درجه گرمی دارد. نخست شروع کنیم از حکم دادگاه عالی تاجیکستان که موحدین کبیری رئیس حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی را که از سال 2015 باز در خارجه به سر میبرد در غیبش به مدت طولانی زندان محکوم کرد. مرافعه پسی درهای بسته صورت گرفته است. هم صحبت رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان صادر شدن حکم علیه رئیس حزب ممنوع نهضت را تصدیق کرد، ولی گفت صلاحیت افشای جزئیات از جمله به چند سال زندان محکوم شدن او را ندارد. بر اساس اطلاع منبع دادرس پرونده حکم را روز 2 اکتبر قرائت کرده است. قبلا مقامات دادگاه عالی گفته بودند که مرافعه پس درهای بسته صورت گرفته است و موحدین کبیری در آغاز سال جاری پرونده شروع شده بود که او در ویران کردن 18 ماده کدکس جنایی تاجیکستان ایبدار می شود. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش در شهر دوشنبه وعده داده بود که جزئیات پرونده موحدین کبیری بعد صادر شدن حکمش نشر می شود. مقامات تاجیکستان حزب نهضت را در تشکیل آشوب مسلحانه با رهبری عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان متهم می‌کنند. در عملیات ضد آشوبگران در سپتامبر سال 2015 در مجموع تقریبا 50 نفر کشته شدند. بعد این حادثه ها دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت را ممنوع و یک سازمان تروریستی اعتراف کرد. توجه کنید به خبر دیگر. یادگار فیضوف اجرا کننده رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در نخستین صحبتش با رادیو آزادی در مقام نو گفت که با برگزاری یک مجلس با همه فعالان ولایت واخورد که در آن از جمله طالب ایام بیکوف، یادگار محمد اسلاموف و دیگر اشخاص تاثیرگذار اشتراک داشتند. صحبت کردیم و یا آمریخت رو به این کار نشان دادن. البته تمی کار میکنیم درباره نشد مندی و نشد جلابه کنتر و طور خیلی قاطعانه و دادن که در این کار کسی که دست دارد مرامت و مثلا یارا کسی که دارد مرامت سپارد ما چیزی که داره نیاد میسپاریم. لیکن حالا بینیم که این بسیار صحبت اشکارا بود و بسیار صحبت روبرو بود. حالا بینیم که نتیجهش چی میشود. تا پونزان وقت داره میشود تا پونزان همه چیز جمع میشود و در درشان حیات اختار شده برقرار میشود. ملاقات یادگار فیضوف در حال است که در فرصتی بیش از 2 هفته اخیر ساکنان خاروق بیش از 150 میل سلاح را جمع آوری کردند. به قول مقامات اکثر این سلاح در نتیجه کارهای فهماندهی اختیاری سپرده شده است. ولی مقامات فعلا نمیگویند که این مقدار سلاح با چه راه به دست ساکنان افتاده، با کدام هدف نگهداری میشد. یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس نوی ولایت بدخشان معرفی گردید. او در این وظیفه شادیخان جمشید را عوض کرد که در پی انتقاد شدید پرزیدنت امام علی رحمان از وضع ترتیبات در خاروق از مقام برکنار شد. و بگذاریم از بدخشان به شمال به ولایت سوخدی تاجیکستان. محکم بای خالقوف، یک تاجر تاجیک از این ولایت 6 سال باز 2 واگن بارش را میجوید که $500,000 ارزش داشته است. بعدی تجارت بسیار ساله و موفق میوه خشک، خالقوف 2 واگن باری از اصفهان فرستاده‌اش را گم کرده است که تا حال ناپدید است. واگن ها در حدود شهر شیمکنت قزاقستان گم شدند و دیگر هیچگاه با او معلوم نشده است که سرنوشت بارش چه شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت از مردمی همدیارانش تقریبا $474,000 قرضدار است. محکم بای خالقوف 70 ساله که دیگر بازنشسته شده است هنوز هم تلاش دارد پی باری گم شده اش را پیدا کند. خبر دیگری که هم در دست داریم مربوط به کمک‌های سفارت ایالات متحده آمریکا به نیروهای مرزبانی تاجیکستان است. سفارت ایالات متحده آمریکا در حجم $8 میلیون به مرزبانان تاجیک تجهیزات تقدیم کرد. در مراسم تقدیم این تجهیزات کاردار سفارت ایالات متحده در تاجیکستان کوین کاورت
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جنرال سید مومن یتیموف و سردار ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی رجب علی رحمان علیف شرکت ورزیدند. رئیس کمیته امنیت تاجیکستان از پیچیده‌تر شدن وضع در افغانستان اظهار نگرانی کرد. فعال شدن گروه مسلح طالبان و دولت بنام اسلامی در شمال افغانستان، افزایش کارخانه‌های استحصال مواد مخدر از جمله در گرد و اطراف نقطه‌های عبور مرز از ما طلب می‌کند که روش‌های نوی مقابلت با انتقال دهندگان آن و جنایتکاران فراملی را به کار اندازیم. سید مومن یتیموف که در مراسم اهدای تجهیزات تکنیکی از جانب سفارت آمریکا به نیروهای مرزبانی تاجیکستان سخن می‌کرد گفت تهدید به مرز تاجیکستان تهدید به آسیای مرکزی است. از این رو تلاش‌های حکومت آمریکا برای مستحکم سازی مرز تاجیکستان از دیدگاه رهبر نیروهای امنیتی توصیف یافت. حکومت امریکا برای صلح و آرامی در افغانستان مقابلت با رادیکالیسم و اکستریمیسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر بسیار تلاش می‌ورزد. برای مستحکم گرداندن اداره‌های دولتی افغانستان قدم‌های جدی می‌گذارد. تاجیکستان چون بخشی از جامعه جهانی تشبس‌های حکومت امریکا را برای شدید ساختن مبارزه علیه تروریسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر دستگیری می‌کند. سفارت ایالات متحده آمریکا به نیروهای مرزبانی تاجیکستان 5 اکتبر به مبلغ 8 میلیون دلار تجهیزات تکنیکی تقدیم کرد. این ماشین اسکریپر است. استحصال شرکت کات از آمریکا است و تازه به تاجیکستان آورده شد. این نوی ماشین ها برای راهسازی استفاده می شود و در تاجیکستان خیلی کم نظیر هستند. مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه گفتند این تکنیک ها به مرزبانان کمک میکنند با قاچاق مواد مخدر مبارزه برند و حفظ سرحد را تقویت دهند. تهدیدهایی که در منطقه هستند این تهدیدهای دست جمعانه به همه ما است. ما با جانب حکومت تاجیکستان خصوصا نهادی که امروز در اینجا هستند همکاری نزدیک داریم. ما این مسئله را تنها در یک جایگی می توانیم حل کنیم. با نظرداشت آنکه تاجیکستان با افغانستان مرز مشترک طولانی دارد، تاجیکستان در این مسئله کشوری کلیدی است. آمریکا برای تحکیم نیروهای انتظامی تاجیکستان از جمله نیروهای مرزبانی میلیون‌ها دلار کمک کرده است. بگذاریم به خبر دیگر. وزارت امور داخلی تاجیکستان یک مرد 31 ساله ساکن دوشنبه را برای قصداً گرفتار کردن دیگران به بیماری سپید بازداشت کرده است. وزارت امور داخلی خبر داد که این ساکن پایتخت صرف نظر از گرفتار شدن به بیماری سپید خود را به قید مرکز پیشگیری و مبارزه بیماری سپید در پایتخت نگذاشته است. به قول این منبع این مرد عاید بیماری سپید بودنش از جانب مقامات تندرستی آگاهنامه گرفته بود آگاه بود، اما او ماه اوگوست سال روان دیده و دانسته با زن 30 ساله ساکن شهر دوشنبه علاقه جنسی نموده نام برده را به بیماری سپید گرفتار نموده است. در وزارت امور داخلی میگویند علیه این مرد پرونده جنایتی آغاز شده است. قانونگذاری تاجیکستان برای گرفتار کردن شخص دیگر به ویروس سپید از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. ضمناً ماه اوگوست سال روان دادگاه ناحیه شهر توس یک زن را برای گرفتار کردن چند مرد به ویروس سپید به 1 سال زندان محکوم کرده بود. و بیننده ارجمند توجه کنید به یک خبر دیگر. یک شهروند تاجیکستان که در ازبکستان با اتهام جاسوسی زندانی است به مؤسسه اصلاحی نزدیک به زادگاهش یعنی شهر پنجکین انتقال دادند. این مؤسسه در 45 کیلومتری شهر پنجکین در حدود ازبکستان قرار دارد. سید قول اشوروی 54 ساله در نمایندگی شرکت انگلیسی اکسوس گولد در ازبکستان کار میکرد و ماه مارس سال 2011 با جرم جاسوسی به 12 سال زندان محکوم شد. او 7 سال باز در زندان است. سال گذشته بر اساس قانون عفو چند سال از حکم زندان او را کم کردند و نظام بازداشتش را نیز تغییر دادند. حالا امکان است که هر روز نزدیکانش از او رفته خبر گیرند، چون با باز شدن مرزها را خیلی نزدیک شد.
пайвандони Саидқул Ашуров мегӯянд эҳтимол ӯро ба зудӣ озод кунанд. Мақсуда Рустамова, ҳамсари Саидқул, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, бар асоси қонуни Авфи моҳи декабри соли гузашта 4 сол аз ҳукми зиндони шавҳараш кам шуд ва мумкин аст ӯ то охири моҳи октябр озод шавад. То 2 соли пеш аз боздошти Ашуров, шаҳрвандони Тоҷикистон дар Узбекистон зиёд боздошт мешуданд. Дар аҳди Ислом Каримов чандин нафар аз сокинони Тоҷикистонро бо иттиҳоми ҷосусӣ ба нафъи Тоҷикистон муттаҳам ва ба зиндон андохта буданд, аммо баъди ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев дар соли 2016 ин гуна гузоришу хабарҳо дигар мушоҳида намешаванд. бинандаи арҷманд, инҷо расидем ба поёни ахбори бомдодии радиои Озодӣ. истироҳати хубе дошта бошед.